میخوام یه سری کتاب بهتون معرفی کنم که مطمئنا برای هوش هیجانی بچه‌هاتون خیلی میتونه بهتون کمک کنه. بچه‌ای داری که خجالتی و میترسه از این کتاب، رفیق از ظلم‌ها نترس، شجاع باش، خیلی میتونه بهش کمک کنه. من از این کتابا تو اتاق درمان هم دارم استفاده میکنم. اگه بچه‌ای داری که از اشتباه کردن میترسه و کمال‌گرایی خیلی بالایی داره، این کتاب از اشتباه کردن نترس، مسئولیت پذیر باش. اگه بچه‌ای داری که دائم درگیر اضطراب و استرسه و برای آرامشش نمیدونی چه کاری بکنی، یکی از اون کتابایی که رفیق استرس نداشته باش و آروم باش. و اگر بچه‌ای داری که دائم خودشو با بقیه مقایسه میکنه و توی این مقایسه کردن اعتماد به نفسش میاد پایین، این کتاب خودت باش و از کسی تقلید نکن. و مورد آخر برای بچه‌هایی که زود عصبانی میشن و از کوره در میرن، این یکی از اون بهترین کتاباست. به عنوان یک پدر مادر آگاه سعی کنید خودتون رو با کتاب بیشتر دوست و آشنا کنید تا بتونید به کودکانتون، فرزندان نوجوانتون کمک کنید. منم با مهر کنارتونم.